امریکا استفاده نیرو و قطع مخابرات اعتراضگران در ایران را محکوم کرد. در اظهارات قصر سفید که 17 نوامبر نشر شد، حکومت ایالات متحده امریکا اعتراضهای آسایشته مردم ایران که بر ضد بالاروی نرخ بنزین صدا بلند کردند دستگیری شدند. اظهارات 3 روز پس از محدودشوی فروش بنزین و قطع یارانه یا خود سوبسیدیا در ایران اعلان شد. کارشناسان میگویند تحریم امریکا به وضع اقتصادی ایران اثر گذاشته است. در این بین مقامات ایران هشدار دادند که ادامه اعتراض با عکس‌العمل شدید مقامات مواجه خواهد شد. آیت الله خامنه‌ای رهبر روحانی جمهوری اسلامی بعضی از اعتراضگران را دشمن، کینه‌ورز و انسان‌های ناباب نامیده گفت که تعدادی از اعتراضگران کشته شدند. روزهای شنبه و یکشنبه اعتراض مردم به افزایش قیمت بنزین در بیش از 100 شهر ایران جای داشت. خبرگزاری فارس ایران میگوید بیش از 1000 نفر بازداشت شدند. طبق اطلاع رسانه‌های دولتی ایران در جریان اعتراضها بیش از 100 اداره بانک و فروشگاه‌ها به کام آتش کشیده شدند.